1400 سال پیش روی زمین حادثه اتفاق افتاد. خداوند متعال به جبرئیل ندا داد که ای جبرئیل، زود به زمین برو. اگر نروی نه روی زمین و نه در آسمان ها هیچ موجود زنده ای را باقی نمیگذارم. جبرئیل فرصت خیلی کمی داشت تا خودش را به مکان مورد نظر برساند. ما الان زنده هستیم، پس جبرئیل به موقع به آنجا رسیده. روزی پیامبر از جبرئیل سوال کرد که ای جبرئیل، تا حالا اتفاق افتاده است که با ترس و وحشت از آسمان هفتم به زمین فرود بیایی؟ جبرئیل جواب داد: آری ای محمد، همانطور که گفتم 3 بار مجبور شدم با ترس و وحشت به زمین فرود بیایم. پیامبر گفتند توی اون 3 بار چه اتفاقی افتاد که مجبور شدی به زمین فرود بیاد؟ جبرئیل شروع به تعریف کردن کرد. اولین بار وقتی بود که حضرت ابراهیم رو توی آتش انداختن. وقتی ابراهیم هنوز توی هوا معلق بود و میخواست توی آتش بیفته، خداوند متعال به من فرمود که ای جبرئیل، از ابراهیم بپرس که آیا خواسته ای از ما دارد؟ حضرت ابراهیم هنوز داشت در هوا دست و پا میزد و میخواست در آتش بیفتد که من هم با سرعت زیاد به زمین فرود آمدم و این سوال رو پرسیدم. حضرت ابراهیم که بین هوا و زمین در حال افتادن بود گفت: اگر این هم از طرف خداوند برایم مقدر شده، با کمال میل گردن می نهم و قبول می کنم. وقتی خداوند این حرف حضرت ابراهیم را شنید، به آتش فرمان داد: ای آتش، سوزان نباش، و به زمین هم امر کرد که ای زمین، سخت نباش. پیامبر پرسید دفعه دوم که به زمین آمدی کی بود؟ جبرئیل گفت باز هم وقتی حضرت ابراهیم میخواست پسرش اسماعیل را قربانی کند. مجبور شدم به سرعت خودم را به زمین برسانم. پروردگارم به هم گفت ای جبرئیل، این قوچها را بگیر و به ابراهیم برسان تا به جای پسرش این قوچها را قربانی کند. وقتی داشتم فرود می آمدم دیدم که ابراهیم چاقویش را برعکس روی گردن پسرش گذاشته. حضرت ابراهیم متوجه این موضوع شد و خواست چاقو را برگرداند. من با تمام سرعت خودم را از آسمان هفتم به او رساندم. پیامبر دوباره پرسید 3مین بار چه زمانی بود؟ جبرئیل گفت ای محمد، 3مین بار رو نه تو بپرس و نه من بگم. بعد هم جریان رو تعریف کرد. وقتی شما توی جنگ احد بودی، من هم توی جایگاه خودم در آسمان هفتم بودم. در جنگ حمله‌ای بهت شد و آهن کلاه خودت توی گونه‌ات فرو رفت و دقیقاً توی اون لحظه از گونه‌ات یک قطره خون سرازیر شد. وقتی آن قطره خون از روی گونه‌ات خواست روی زمین بیفتد، خداوند به من گفت ای جبرئیل، زود خودت را برسان که اگر خون رسولم به زمین بیفتد، سوگند میخورم که نه روی زمین و نه در آسمان هیچ جنبنده ای را زنده نمیگذارم. بعد از شنیدن این حرف من هم با ترس و وحشت زیاد به سمت زمین فرود آمدم. آنقدر سریع آمدم که آن قطره خون به زمین نرسد و بالم را بین قطره خون و زمین حائل کردم. قطره خونی که روی گونه شما افتاده بود روی بالم افتاد. حتی اسرائیل هم در آن حین کارش را ول کرده بود و داشت آن لحظه را تماشا می‌کرد.